کمتر از 2 هفته مونده به شروع فصل جدید مسابقات باشگاهی در فوتبال اروپا. با من همراه باشید تو این برنامه تا سری بزنیم به بازار نقل و انتقالاتی فوتبال اروپا که فوق‌العاده داره شلوغ پشت سر گذاشته میشه. همچنین بازی دوستانه جذابی هم در این بین داره برگزار میشه که نتایج خیلی عجیب و غریبی داره داخلش رخ میده. دعوت میکنم بیننده برنامه من باشید. من هامون هستم و اینجا پا به توپ. آبیاناریا تا الان یکی از فعال‌ترین تیم‌های حاضر در بازار نقل و انتقالات بودن. بارسلونا علیرغم اینکه مشکلات مالی زیادی به گفته لاپورتا داره، اما حضور خیلی فعالی داشته توی بازار نقل و انتقالات و به نظر میسه که هنوزم شاهد خرید و فروش از جانب این باشگاه باشیم. بلاوگرانادا 4 خرید بزرگ داشته و به نظر میسه هنوز خریدهای دیگه‌ای مثل سزار اسپیلیکوئتا هم در راه باشن. دعوت میکنم که بیننده این گزارش باشید. امیدوارم از دیدن این گزارش لذت برده باشید. میخوایم سری بزنیم به دیدارهای دوستانه، جایی که منچستر یونایتد فوق‌العاده داره خوب نتیجه میگیره با درخشش‌های آنتونیو مارسیال، مهره‌ای که فصل پیش خیلی فاجعه بود، به سویا قرض شده بود و تا به الان داره توی پیش‌فصل خیلی خوب کار میکنه. بریم نتایج بازی دوستانه رو با هم ببینیم.